وجد، شوق، رسیدن به حالت، اونجایی که مجنون زنجیر میشکند. چشمی که نظر نگه ندارد، بس فتنه که بر سر دل آرد. من به اختیار باز هم به سر ترجیح بند حضرت بزرگوار آمدن که بسیار دوست می‌دارم و اکنون که فرصتی بهتر داریم باز چند پارچه از این قرائت کنم. دلم طاقت نمی‌کند. ای سروی بلند قامت دوست، وه وه که شمایلت چه نیکوست. در پای لطافتت بمیرد هر سروی سهی که در لب جوست. نازک بدنی که می نگنجد مانند قبا، چو غنچه در پوست. مه پاره به بام اگر برآید کی فرق کنی که ماه یا اوست. بسیار ملامتم بکردند کاندر عقیبش مرو که بدخوست. ای سخت دلان سست پیوند، این شرطی وفا بود که به دوست. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم. ای دل نه هزار عهد کردی کاندر طلب وفا نگردی. ای بی کی بود تو خویشتن را بر تیغ زدی و زخم خوردی. ای سیم تنی سیاه گیسو کز فکر سرم سفید کردی. ای سیم تنی سیاه گیسو کز فکر سرم سفید کردی. بسیار سیاه سفید کرده است دوران سپهر لاجوردی. صلح است میان کفر و اسلام، صلح است میان کفر و اسلام. با ما تو هنوز در نبردی. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم. ای لفظ خوش و لبان باریک، ما اطیب فاک جل باریک. اون خلاقی که اون آفریننده که تو را آفریده است بسیار مقام و منزلتش بزرگ است. شاید که به پادشه بگویند ترکی تو بریخت خون تاجیک. استقبله و این تولا، کوشش میکنم به استقبالش بروم از من روی میگرداند. استعنسه و این تعبس. در شهر جفا نمی کند کس، امروز همه تو میکنی بس. در شهر جفا نمی کند کس، امروز همه تو میکنی بس. اندام تو خود حریر چین است، اندام تو خود حریر چین است. دیگر چی کنی قبای اطلس. من خود نه به اختیار بودم ورنه به خدا که من از این پس. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم. در مکتب عشق اون درس ها، اون شعبه ها، مرحله ها، منزلت هایی که شیخ سعدی شیرازی چی در غزلیاتش و خصوصا در این یک رساله کوچک رساله عشق آورده است. خواننده که با محبت البته به این رساله وارد می شود در می یابد، بیرون می کشد، برای یک عمر همراه خویشتن به جهان هستی خود می برد. جهان هستی خود را زیبا می کند، جهان هستی خود را انسانی می کند، حیوانی نه. از جهان حیوانی می براید، بیرون می آید، به کمال می آید، به جهان عشق وارد می شود. جهانی که همیشه سوز دارد، ساز دارد، طرب دارد، حزن دارد، گریه دارد، اشک‌های به حساب دارد. دانی که چه شب گذشت با من،
ما یعتی بمثلها اعادک. تو میدونی از سر من این شب چی گذشت؟ ما یعتی بمثلها اعادک، خدا مثل این شب را به دشمن تو نصیب نکند، به دشمن تو ندهد. ببینید چه جهان زیبا، جهانی که همه روشنایی هست، همه لذت هست، همه حلاوت هست، همه طرب هست. می رویم به سوی طرب. غصه مده آب مده، غصه مده آه مده، جز به طرب راه مده، راه به درگاه مده. من طربم، طرب منم، جز به طرب راه مده. خواهش میکنم. خلافی راستی باشد، خلافی رای درویشان. بینه گر همت داری، سر اندر پای درویشان. گرت آینه باشد که نور حق در او بینی، نبینی در همه عالم مگر سیمای درویشان. ز دستم بر نمی آید که بیادی تو بین شینم. ز دستم بر نمی آید نیادی تو بین شینم. به جز رویت نمی خواهم که روی هیچ کس بینم. به جز رویت نمی خواهم که روی هیچ کس بینم. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم. چون فرهاد باید شد دست از جان شیرینم. که چون فرهاد باید شد دست از جان شیرینم. گفتم به عقل پای برارم ز بند او، روی خلاص نیست به جنگ از کمند او. مستوجب ملامتی ای دل که چند بار، عقلت بگفت و گوش نکردی به پند او. برای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد، برای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد، که بگرفتیم شبی یلدا هلال از ماه پروینم.
که بگرفتین شبی یلدا هلال از ما و پروینم. یاران بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیز برآوری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. رقیبم گوشت میخواید که سدیدی دبرم نه. رقیبم گوشت میخواید که سدیدی دبر همه. مترس ای بون از گل که میبینم نمیچینم. مترس ای بون از گل که میبینم نمیچینم. که میبینم نمیچینم. مترسه باغبان از گل که میبینم نمیش. زی دستم بر نمی آید که یک دم به تو بشینم. میگوید که چار پایان بار در پشتند و ما را در دل است. ساربان ناهستران که یار در محمل است. شترها یعنی چار پایان، شترها بار در پشتند و ما را در دل است. آفرین چار پایان نیست. اون 100 کیلو میبرد، 200 کیلو میبرد. اون این گونه موجود است که در پشتش بار میبرد. آفرین جان سعدی که بارش در دل است. 1 میلی گرم جدایی را طاقت کردن نمیتواند. باز ببین، باز رقیبش اونجا ایستاده است، نگاه میکند، با دستش میخواهد که تو نگاه نکن. با میگوید که من میبینم، تو تشویش نشو، نمیچینم. چشمی که نظر نگه ندارد، بس فتنه که بر سر دل آرد. آهوی کمند زلف خوبان خود را به هلاک می سپارد. عیبش نکنه دردمندان گر سوخته خرمن بیزارد. خار است به پای جان مشتاق تیغش بیزن که سر نخارد. من خود نه به اختیار بودم گر دست ز دامنم بدارد. بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم. هر آهن پولاد نمی شود. هر پولاد هم شمشیر نمی شود. اون پاره آهنی که کوبه آهنگر را میخورد، خواهیست که آهنگر را میخورد، این ضرب ها را میخورد، نمیدونم اون حرارت چند صد درجه آتش را میخورد، آب را میخورد، با چندین سودن و سیقل دادن های دیگر را میخورد، بعد میشود شمشیر. مقصد بزرگان ما، خصوصا شیخ بزرگوار ما سعدی شیرازی، از جهان حیوانی بیرون کشیدن فرزند آدم است و آوردن به جهان انسانی. و امروز نصیب بود است بیشتر از اون قسمت بسیار زیبای جهان انسانی سخن گفتیم که نامش عشق است. و این هم
کوره هست، هم مکتب هست، هم امتحان هست، هم معرکه، میدانی حرب ضربه، زهی میدان، زهی مردان. این گونه جای هست که در اینجا محک ایار انسان سنجیده می شود، در آتش می زند، در آب می زند، زیر پتک می رود، زیر سیقل می رود و یک موجود بسیار شریف می شود که نامش آدم می شود و منزل این آدم کبریا هست. از این سما ما به سوی کبریا رفتیم و هر کی با ما بود خوش به حالش، یعنی همراه شیخ سعدی بود. در صحبت شیخ سعدی در شهپری هما و عنقای شیخ سعدی پرواز کرد، نصیب کسی اگر بود. در هر صورت این چند لحظاتی بودند که ما را باز هم به سوی اصالت خود آوردند، یعنی اصالت انسان دوستی، اصالت انسانگرایی، اصالت محبت، اصالت شفقت. اگر شفقت نیست جهان این گونه غرق خون می شود. اگر شفقت نیست هر روز در خانه همسایه ما در افغانستان 40 نفر 50 نفر کلمه های زیبا ساختند، اشتهار می شود، ابتهار می شود، کیمچه ها می شود. از شیخ سعدی از اصالت که انسان دور شد این گونه می شود. یعنی میگوید شیخ سعدی در یکی از این 5 امر معروفش که دوست را از دشمن باید بشناسد و ضرر را از فایده. و در این مجلس یک کلمه برای ما امروز بسیار درکار است که خود ناشناس. این کلمه سعدی استفاده میبرد. ما کلمه خودشناسی را استفاده بردیم، خوشبختانه معمول شد در بین مردم که اصلا زیباترش خویشتن شناسی هست. اونجا سعدی میگوید خویشتن ناشناس، برای این گونه است، خویشتن ناشناس. این بزم ها، این طرب ها، این ضیافت هایی که شام غزل برای شما بیننده های بسیار ارجمند دارد، این البته شناختن خویشتن است. عرض کردیم که کسی که خویشتن را نمیشناسد نه تنها جهان خود را نمیشناسد بلکه خدای خود را نمیشناسد. این چند لحظه که این شمعهای غریب این معرکه را روشن کردن، لحظه هایی بودن که یک دفعه دیگر یک ذره، یک قدم نه، یک ذره، یک وجب هم نه، یک چند کمترین اندازه وجب ما را به سوی اصالت خویشتن بردن. یعنی استقامت ما، استوار بودن ملت را، قدرت استوار استادن ملت را در جهان پرشیب و فراز امروزه، در جهان نبردهای امروزه، نبردهای ارزشهای امروزه که شفقت را از یاد برده است، محبت را از یاد برده است، یک ذره نزدیک کرد. در خرمن کائنات کردیم نگاه، این جهان ستاره ها، این جهان بحرها، اقیانوس ها، این جهان جنگل های بیکنار، این چشمسارهای شیرین، یک ذره محبت است، باقی همه کاه. این همه یک سو میماند و آنچه که در این پله ترازو از این همه سنگینتر، ارزشمندتر، پرقدرتر هست، این محبت است که این بزرگوار میگوید. اینجا به انجام این برنامه میرسیم و به حکم حسن خاتمه با یک نغمه و با یک موسیقی و با یک ترانه با کلام شیرین شیخ سعدی این برنامه را به اتمام میبریم و آرزو میکنیم که فیض و برکت، امن و امنیت، مهر و محبت ارزان باشد، فراوان باشد.
نه هر کی زمانه کاری او در بندد. فریاد و جزع بر آسمان پیوندد. بسیار کسا که اندرونش چورد می نالد و چون برق لبش می خندد. یک روز به شیدایی در زلفی تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلفی تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر قصد جفا داری اینک سر و اینک من، گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر، و راهی وفا داری جان در قدمت ریزم. و راهی وفا داری جان در قدمت ریزم. با گل به مثل چو خار می باید بود، با دشمن دوستوار می باید بود. خواهی که سخن زی پرده بیرون نرود، در پرده روزگار می باید بود. بستا با پر هیزم، کستا با پر هیزم. بستا با پر هیزم، کازیش که تو با کل شد. من بود بدین شرطم، کستا با پر هیزم. من بود بدان شرطم، کستا با پر هیزم. آن کس که خطای خویش بیند که رواست، تقدیر مکن ثواب نزدش که خطاست. آن روی نمایدش که در طینت اوست، آینه کج جمال ننماید راست. سیمین دل مسکینم در هاری غمت خاک شد. خاکی سر هر نوری بیفایده همه بیزم. سیمین دل مسکینم در خاکی درت گم شد. خاکی در هر خاکی بیفایده همه بیزم. از دست دوست هر چی ستانی شکر بود، و از دست غیر دوست تبر زد تبر بود. دشمن گر آستین گل افشاندت برون، از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود. در شهر برس وایی دشمن به دفم
آمد تا بر دفیش آمد تیری نظری تیزم در شهر برست وای دشمن به دفم آمد تا بر دفیش آمد